ایده امروزم خیلی به درد کسایی میخوره که میخوان یه کسب و کار راه بندازن. البته برای این فصلم خیلی خوبه. دوخت 2 مدل یقه چین داره با مزه و یقه مردونه و البته کش موی اسکرانچی که همه خیلی دوستش دارن. همه اندازه ها رو براتون تو کپشن مینویسم. بین 2 تا یقمون فقط یه فرق کوچیک هست. یقه انگلیسی باید یه یقه سفتی باشه. پس در نتیجه ما کل پارچه رو لای میچسبونیم. پارچه رو تا میکنیم و هم میدوزیم و لبه هاشو تو میزنیم. توی یقه انگلیسی وسط کارتون رو پیدا کنید و اندازه 3 سانت جای بند بذارید. دوخت بندم که کاری نداره. دور تا دورشو ببندین، یه طرفشو باز بذارید و با یه شیء بلند مثل مداد برش گردونید. توی یقه چیندار فرقش اینه که ما فقط یه قسمتشو لای میچسبونیم، چون احتیاج داریم که اون حالت نرمیشو داشته باشه که چین بخوره. به همین صورت و جای رد شدن بندمون هم یه خورده باید بیاد بالاتر ترجیحاً و 2 سانت بذارید اندازشو. دوخت کشای اسکرانچی هم فقط یه نکته داره. 1 2 و حالا دوباره 1 و 2. حالا این لبه رو دوخت میریم. دور تا دور کار رو میدوزین. یه جا برای جای کش بذارید باقی بمونه. کش رو از توش رد کنید. گره بزنید و اون یه تیکه رو با دست خیلی ریز بدوزید. مبارکه.